با وجود اعتراض دو روزه دهها تاجر بازار در کولوب با یک قرار رئیس این شهر واقع در 200 کیلومتری جنوب دوشنبه فعالیت مرکز سودای لوله بازداشت شد. در مهر و قراری که روی آن چسبانیده شده است گفته می شود در اساس قرار رئیس شهر کولوب از 22 ماه سال 2023 تحت رقم 208 فعالیت مرکز سودای لوله از سانحه 25 ماه سال 2023 تا انجام از نفسازی بازداشته شده است. معلوم نیست که آیا این بازار بعد انجام کارهای از نفسازی دوباره به کار ادامه خواهد کرد یا نه. صاحبکاران این بازار تجهیزات تکنیکی از آن که به اصطلاح جای گرم آنها خنک می شود روزی نیستند. شهرداری از چند هفته پیش آنها را برای کار در بازار نو واقع در قسمت دیگر شهر کولوب تشویق می کند. بعضی از تاجران ادعا می کنند که آن به نزدیکان رئیس شهر تعلق دارد. در حکومت کولوب این را رد کردند. روز 25 ماه منوچهر اساس‌زاده معاون رئیس کولوب گفت شرایط بازار نو بهتر است اگر در این بازار از 100 تا 150 نفر جا شود. در بازار نو تا 400 تاجر می توانند سودا کنند. مقامداران شهر در شهر رسمی خود می گویند که مشکل لوله در جوابگو نبودنش به طلبات شهرسازی و تنبشوی ماشین ها در توقفگاه ها واقع در درآمدگاه بازار است، چون حرکت را به داخل شهر مشکل می کنند. تاجران در نواری که به رادیوی آزادی فرستادند با نشان دادن ایستگاه ماشین های می گویند که تنها بهانه است برای کوچاندن مجبوری آنها. روز 25 ماه ده تاجر در حدود بازار جمع آمدند. مخالفان بسته شدن بازار که این مکان را چون جای درآمد مهم خود و عائله‌شان می‌دانند به این عقیده‌اند که ضرورت برای کوچ دادن آنها وجود ندارد. مرکز سودای لوله یک بازار مرکزی و عادت شده ساکنان محلی می باشد. هنوز از آخر سالهای شوروی فعال است. یک مایه ناروزگی دکانداران این است که امکان خریدن جای را در بازار نو ندارند. منتقدان میگویند در شرایط بالا بودن میزان بیکاری در تاجیکستان محض بازارها به جای اساسی درآمد همه روزه یک قشر مهم اهالی تبدیل شدند و همه گونه بحران‌های اطراف چنین مرکزهای تجارتی مثل سوختار یا قطع فعالیت که در گذشته بسیار دیده شده است به طور مستقیم به جیب درآمد سوداگران آن ضربه میزند.